دوستا سلام مجدد. در ادامه ویدیوی دیروز راجع به طرح The First Home Buyers Guarantee امروز میخواهیم با یک ویدیوی دیگر شما را گام به گام در خصوص درخواست وام برای خرید خانه با 5% دپوزیت و بدون LMI راهنمایی بکنم. homebuyers.gov.au شدید، سمت بالا نوشته از 5% deposit اسکیم روی او کلیک میزنیم. میین پایین نوشته از چک eligibility، روی ایش ما کلیک میزنین و بعدش اپلیکیشن تان را از اینجا آغاز میکنین. روی گزینه استارت کلیک میزنین و اینجا یک سری سوالات است باید پاسخ بدین. نوشته است آیا شما با کس دیگه میخواین اپلای کنین یا شخص خودتان با کس دیگه ما میخوایم اپلای کنیم. سوال بعدی است که آیا جفتتان در اون پراپرتی میخواین زندگی کنین یا نه. بله. سوال بعدی است که آیا هر دویتان بالای 18 سال سن دارین. جواب یس هست. دوباره گزینه نیکس رو میزنیم. سوال بعدی است که آیا هر دویتان شهروندی اقامت دائمی سالیار دارید. جواب یس هست. دوباره گزینه نیکس رو میزنیم. سوال بعدی ای هست که آیا شما قصد دارید خانه را حالا در هر شهر یا استیت استرالیا قرار بخرید زیر او کپ یا او لیمیتی که دولت تعیین کرده. دوباره جواب یس هست. گزینه نیکس رو میزنیم. سوال بعدی ای هست که آیا شما خانه رو با کس دیگه یا با کمپانی دیگه میخرین. با کس دیگه، قطعا با کس دیگه میخریم. دوباره گزینه نیکس رو میزنیم. سوال بعدی ای هست که آیا شما در 10 سال آخر کدام پراپرتی خریدین. نه. از اینجا شما یک مسیج امیدوار کننده را دریافت میکنید. نوشته است شما probably واجد شرایط 5% deposit اسکیم شدین. استپی است که شما چگونه اپلای میکنین. روی این شما کلیک میکنین و اینجا میایین یک صفحه جدیدتر براتون باز میشه. نوشته از First Home Buyers، رو اونجا کلیک میکنین. از اینجا میین پایین. در واقع یک سری مطالب موارد دیگری هست که شما یک بخش را جواب دادین که شما الیجیبل شدین و از اینجا روی How to Apply کلیک میکنین و اینجا دو مورد و دو مسئله مهم دیگر است. مسئله بانک است و مسئله انتخاب خانه هست. در مسئله بانک یا لندر شما باید بین 14 روز لونتان برای خانه مورد نظرتان باید اپروف شود اینا. و اینجا شما یک فرمی دارین. وارد فرم باید باز کنین و با دقت بخوانین و بعدش یکی باید پر کنین. از اونجا که فرم دارای جزئیات زیادی است، از پر کردن صرف نظر میکنیم. مرحله بعدی هست که شما جستجوی خانه است یا سرچ فور هوم یا هاوس است. شما الا 90 روز وقت دارین که خانه مورد نظرتان را در هر شهر یا استیتی که قرار دارین یا زندگی میکنین در واقع انتخاب بکنین. امیدوارم در ضبط ویدیو و همچنان صداگذاری و تشریح پروسه مشکلات آنچنانی وجود نداشته باشه. ویدیو برایتان مفید واقع شده باشه. به هر حال دوستا و اعضایی که برای درخواست لونشان به بروکر نیاز دارن و یا یک سوالاتی بیشتری در خصوصی پروسه دارن، به شماره ما 0400 66 41 85 در تماس شوند.